مادر بزرگواری است اینجا زندگی میکنه. تمام فرزنداش متاسفانه هیچ چی ندارن، یعنی قوی فکری ندارن، روانی هستن. خاله جان بیشتر چی گفتی؟ لحاف کار داشتی؟ یک تا اگر لیاب نیم داشت که نمونه با ما که پیدا دیوانه هستند در صندلی خواب میکنن نداریم. بیا خدا جان کدی تان خوب میکنن، الهی از آخرت تان خوب کن، جنت نصیب شما. خاله جان نکنین نیار داریم نیرو خرید ایچی بچه ها نمیبون ایچی نزدن دیوان هستن کشرم توش نزدن. این خاله هر 4 فرزندش متاسفانه که دیوانه است دیگه، اعصابشان خراب است. و این صندلی تان زیاد سرد نیست خاله؟ نه یخ است. نه صندلی یخ و کمپل دیگه کمپل نداره.